دختره من سلام. خوبین الحمدلله. خدا رسالت هزار مرتبه شه. عزیزای دلم ممنونم ازتون. به خاطر چی؟ به خاطر دقت و تمرینی که تو جمع‌های جدول ارزش مکانی، جمع‌های ذهنی تکنیکی داشتین. از کجا فهمیدم؟ از تمرینایی که برام میفرستادین، از پاسخهای درست و قشنگی که تو کلاس آنلاین میدادین. اینا همه نشون میده که شماها تو خونه هم فیلمو با دقت نگاه کرده بودین، هم خوب تمرین کردین. حالا میخوایم بریم سراغ تفریق تو جدول ارزش مکانی، یا همون تفریق تکنیکی و ذهنی. قوانین همون قوانینه، فرقی نمیکنه، فقط به جای جمع منها میخوایم انجام بدیم. گفتیم قوانینمون چی بود؟ این بود که تو جدول ارزش مکانی تو هر ستون فرق نمیکنه، یکان باشه، دهگان باشه، صدگان باشه، یه رقم فقط قرار میگیره، یعنی یه عدد دو رقمی نمیتونه قرار بگیره. تو جمع ذهنی هم گفتیم از کوچیک‌ترها شروع میکنیم. این دفعه برای اینکه دل کوچیک‌تر نشکنه میریم سراغ کوچیک‌تر. خب الان اینجا چند تا دسته 10 تایی داریم؟ کویزنرهای 10 تاییمون چند تاست؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا دسته 10 تایی و 4 تا یکی داریم. میخوایم 74 رو منهای 36 کنیم. خب الان من یعنی از یکی ها بخوام شروع کنم و بگم 4 تا یکی دارم، میخوام 6 تا از روش بردارم. بچه از روی 4 تا میتونم 6 تا بردارم؟ از روی 4 تا یکی میتونم 6 تا بردارم؟ نمیتونم که. این قبلا یاد گرفتیم. چی کار میکردیم؟ خیلی سریع میومدیم یه دونه دسته 10 تاییمون رو باز میکردیم، تبدیلش میکردیم به 10 تا یکی. یعنی در واقع یه دونه من میام از 10 تاییام قرض میگیرم. الان اینجا فکر کنید مهمون اومده، اتاق کم داره، میره به همسایه پشتیش میگه، از همسایه پشتیش قرض میگیره. خب اینجا الان 7 تا دسته 10 تایی بودش، خط میخوره میشه 6 تا دسته 10 تایی، چون من یه دسته 10 تاییمو باز کردم، دیگه دسته نیستش. خب وقتی باز کردم الان من چند تا یکی دارم؟ 10 تا یکی اینجا دارم، 4 تا یکی اینجا دارم، میشه 14 تا یکی. پس این یکی هامو باید خط بزنم و بنویسم 14 تا یکی. خب حالا میتونم از 14 تا یکی که خیلی زیاده 6 تاشو بردارم. پس میام 6 تاشو خط میزنم. 6 تا یکی خط بزنم چند تا میمونه؟ 8 تا میمونه. 8 تا مینویسم. حالا میرم سراغ 10 گانم. میگم 6 تا 10 تایی دارم، میخوام 3 تا 10 تایی از روش بردارم. 6 10 تایی منهای 3 10 تایی میشه 38. خیلی راحت بود مگه نه؟ فقط نکتهش این بود که موقعی که من نمیتونم از روی عدد کوچیک‌تر یا عدد بزرگتر کم کنم، باید برم از همسایه پشتیش قرض بگیرم. حالا اگه همسایه پشتیش 10 تاییه، 10 تایی قرض میگیرم. اگه 100 تایی، یه 100 تایی قرض میگیرم. حالا این همین منها رو میخوام خارج جدول ارزش مکانی انجام بدیم. بیایم با هم انجام بدیم. میگیم 4 تا یکی داریم، میخوام 6 تا یکی از روش برداریم. نمیتونیم. باید چیکار کنیم؟ بریم سراغ همسایه پشتی. همسایه پشتیش 7 10 تاییه. من یه دسته 10 تایی ازش میخوام قرض بگیرم. خودش میشه 6. یه دسته 10 تایی میاد پیش یکیامون. یه دسته 10 تایی با 4 تا یکی میشه 14. حتما خط میزنم و حتما عددمو بالاش میزنم. خط میزنم. چرا مهمه خط زدنم؟ واسه اینکه بدونم دیگه این 4 ندارم. این 4م تبدیل شده به 14. اگه خط نزنم یهو وقت میام 4 تا رو ازش کم میکنم. باید حتما خط بزنم. خب حالا میگم 14 تا یکی دارم، 6 تا ازش کم کنم میشه چقدر؟ میشه 8. 6 تا 10 تایی دارم، 3 تا 10 تایی ازش کم کنم میشه 3 10 تایی میشه 38. حالا بریم یه نمونه دیگه هم حل کنیم با هم دیگه. این دفعه جدول ارزش مکانیمون 3 رقمیه. خب سکه بهمون داده. سکه همون چنده؟ 5 تا سکه 100 تایی 535. 535 میخواد منهای 347 بشه. 535 ریال دارم، میخوام 347 ریال ازش بردارم. خب کاری نداره. میرم سراغ یکی ها. میگم از 5 تا یکی میخوام 7 تا بردارم. 5 تا سکه 1 ریال میخوام 7 تا بردارم. میتونم بچه‌ها؟ نمیتونم. باید چیکار کنم؟ باریکلا. یه سکه 10 ریال. ما تبدیل سکه ها رو خیلی راحت کار کردیم، خیلی تمرین کردیم، مهارت داریم توش. میگیم یه سکه 10 ریالی رو برمیدارم، تبدیلش میکنم به 10 تا سکه 1 ریالی. خب وقتی 10 تا سکه 1 ریالی شد،
10 تایی من یه دونه کم شد دیگه، یعنی من اینجا کم داشتم رفتم از همسایه پشتیم قرض گرفتم. این 3 10 تایی من شد چند تا دسته 10 تایی؟ شد 2 تا 10 تایی، شد 2 تا سکه 10 تایی. خب یکیام هم به جای اینکه 5 تا باشه 10 تا بهش اضافه شد 15 تا. پس یکیام هم خط می‌نویسم 15. حالا خیلی راحت میتونم از 15 تا 7 تا بردارم چون سکه هم زیاد شده. میگم از 15 تا سکه 1 ریالی 7 تاشو خط میزنم. چقدر میمونه؟ 8 تا سکه 1 ریالی میمونه. حالا میرم سراغ سکه های 10 ریالیم یا 10 کنم. میگم از 2 تا 10 تایی میخوام 4 تا 10 تایی بردارم. 2 تا سکه 10 ریالی دارم میخوام 4 تا 10 ریالی بردارم. میشه؟ نمیشه. دوباره بریم پیش همسایه پشتیش. این دفعه 10 گام میره از 100 گام قرض میگیره. میایم یه سکه 100 ریالیمونو برمیداریم تبدیلش میکنیم به 10 تا سکه 10 ریالی. خب وقتی یه سکه 100 ریالیمون رو برداشتیم یعنی از همسایه پشتیمون قرض گرفتیم، 5مون میشه چند؟ میشه 4. یه دونه ازش کم کردیم دیگه. یه دسته 100 تایی ازش کم کردیم. یه دسته 100 تایی کم کردیم تبدیلش کردیم به 10 تا سکه 10 ریالی. خب 10 ریالی من شد چند تا؟ 10 تا اینجا، 2 تا اونجا میشه 12 تا. پس 2 رو خط میزنم بالاش می‌نویسم 12. حالا از 12 تا سکه 10 ریالی خیلی راحت میتونم 4 ریال رو خط بزنم. 12 منهای 4 میشه 8 تا. بعد میرم سراغ 100 ریالیام یا قسمت 100 کنم. میگم 4 تا 100 ریالی دارم میخوام 3 تاشو بردارم. 3 تاشو خط بزنم یه دونه میمونه میشه 188. حالا بریم هر یه دونه تمرینم با کویزنر پای تابلو انجام بدیم. خب دخترای گلم بریم حالا یه دونه منها با کویزنرهای خودمون پای تابلو حل کنیم. بذار من کویزنرها رو بچسبونم. 2 دسته 100 ریالی دارم. سه تا 10 ریالی دارم. و 4 تا میگیرم. عددم چنده؟ بذار بنویسم. عددم هست 234. میخوام اینو منهای 176 بکنم. میخوام 176 رو ازش بردارم. خب میگم میخوام به صورت تکنیکی حل کنم. از 4 تا یکی میخوام 6 تا بردارم. نمیتونم این کارو کنم. پس میرم از همسایه پشتیش قرض میگیرم. همسایه پشتیش 3 10 تاییه. خط میزنم میشه 2 دسته 10 تایی. یه دسته 10 تاییش رو میده به 4، یه دسته 10 تایی با 4 تا یکی میشه 14. حالا میگم از 14 تا میتونم 6 تا بردارم. 14 منهای 6 یعنی باید در لحظه حرکت کنم. بلدم 14 منهای 6 میشه 8. خب حالا اینجا میگم 2 تا 10 تایی دارم میخوام 7 تا ازش بردارم. نمیتونم از 2 تا 10 تایی 7 تا بردارم. باید برم دوباره از همسایه پشتش قرض بگیرم. اینجا میرم سراغ 100 تاییام. 2 تا 100 تایی دارم میشه یه دسته 100 تایی. یه دسته 100 تایی خودشون میده به 2 یعنی 2 میشه 12. درسته؟ یعنی میشه 12 تا 10 تایی. حالا 12 تا 10 تایی دارم میتونم خیلی راحت از روش 7 تا بردارم. بچه‌ها یه سوال، اینجا یه دسته 100 تایی شد داد به این چرا شد 12؟ آفرین دخترای باشم شد 12 تا دسته 10 تایی. 12 تا دسته 10 تایی میتونیم 10 تاش میشه یه 100 تایی با 2 تا 10 تایی. 10 تاش میشه یه 100 تایی با 2 تا 10 تایی. در واقع این یه دونه که گرفتم ازش 10 تا دسته 10 تاییه. 10 تا دسته 10 تایی چون تو جدول ارزش مکانی 10 گام قرار داره. خب حالا میام از 12 تا 10 تایی میخوام 7 تا بردارم. 12 منهای 7 بند عقب میرم میشه 5. حالا یه دونه یکی دارم یه دونه ازش بردارم میشه 3. جواب من میشه 58. حالا میرم همین از روی شکل نشون بدیم. گفتیم میخوایم از روی 4 تا 6 تا برداریم. نمیتونیم. سریع میایم یه دسته 10 تاییمون رو تبدیل میکنیم به یکی. سریع دسته 10 تاییمون رو تبدیل میکنیم به یکی.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب یه دسته 10 تاییمون شد 10 تا یکی. حالا این همه یکی دارم 10 11 12 13 14. ببینید 14 تا یکی دارم. خیلی راحت از اون 6 تاشو برمیدارم. 1 2 3 4 5 6 تاشو برداشتم. خب اینقدر یکی برام بیارمشون بالا کنار هم قرار بدم. خب حالا از 2 تا 10 تایی میخوام 7 تا 10 تایی بردارم. میتونم؟ نمیتونم. سریع میرم از همسایه پشتش که 100 تایی بردارم یه دسته 100 تایی رو برمیدارم تبدیلش میکنم به 10 تا دسته 10 تایی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. یه دسته 100 تایی باز کردم شد 10 تا دسته 10 تایی. حالا الان 10 تا دسته 10 تایی دارم 2 تا اینجا داشتم میشه 12 تا دسته 10 تایی. 12 تا دسته 10 تایی میخوام از روش 7 تا بردارم. 7 تا برمیدارم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا 10 تایی کم کردم موندش انقدر 10 تایی. خب الان یه دونه دسته 100 تایی مونده برام. درسته؟ یه دونه دسته 100 تایی که مونده میخوام یه دونه دسته 100 تایی دارم یه دونه میخوام ازش کم کنم یعنی یه دونه دسته 100 تایی باید بردارم. جوابم چی میمونه؟ میمونه 1 2 3 4 5 دسته 10 تایی 1 2 3 4 5 6 7 8 تا یکی میمونه 58. دیدی دخترها خیلی راحته مثل جمعش خیلی راحته. فقط باید تمرین کنی. منتظر دیدن تمرینای قشنگتون هستم. تا جلسه بعد خدا یار و نگهدار تک تکتون باشه.